سلام نیسا جان. سلام سلیم جان. اومده. تو رو از عطر گلشن آفریدم. تو رو از نوری گلخن آفریدم. دلی من در سراغ یاری دل بود. تو رو بحری دلی من آفریدم. از دور بدیدم لبی پرخنده ای تو. آزاد بودم کنون شدم بنده ای تو. هر بنده که آزاد شود شاد شود. من شاد از آنم که شدم بنده ای تو. شاد روز مبارک. تشکر سلیم. لیلی و مجنون به خونه می رویم. اوچه لبن اینجا بیا. چی گفتی آلمی؟ انا بین کونده رو نبرده است، پشت آقل خونه رو هم اندامه نکرده است. نخو. بله اوچه. های مردک کن اینجا بیا. من نمیدونم با این کلین آوردنیش چیکار کنم. های مردک من کلین آوردم یا یگان شاقیقا یا که یگان مهمانی سر دسترخوان. جزو چاره این خانم را فروختم و با 1000 امید کلین تر آوردم. باز چی گپ شد؟ کلین خورا پختن نمیتواند، از گاو و گوساله باشد میترسد، یک گاو را هم جوشیدن نمیتواند. همون نوچه دل تلخش چرا تا این وقت کاروباری خانه را به دخترش یاد نداده است؟ ارزانا بجا رسوندی حالا که کلین از اوضاع کاروبار خانه نمیبراید خودتون آلمبی بکند و کلین آموز یاده آیسته آیسته آدم بکند دنیا بشود گلستان. من خراجاتی دو دنیا کنم و باز خودم کنم نصیب نکرده است، نصیب نکرده است. من کاروباری خانه کنم و کلین نقطه که بالای شکانه شده. توبه دیکادیه انا سلیم که آمد زود با خونهشون میدارند و با برک بازی و بوسابازی مشغول میشوند. اگر در و دیوار چپگردان شود یک بار بیرون نمیبریم. ای اوچه دین روز چینی رو شکست است و آن رو در پس چینی های دیگر پنهان کرده. دیدی؟ اگر باز اول آشنای سلیم به کار بیاید خنده کنان سر و روی نفشانده در نزدی او 1001 کرش نمیکنم. اوچه جان. چی اوچه جان؟ اوچه جان من در غیب شما او رو میپرسم. بیامانه میسنجم اوچه جان. کوشش میکنم بسیار کوشش میکنم ولی کمبودی نمیبینم اوچه جان. بچه چی من دروغ میگویم؟ من دروغ میگویم؟ من دروغگو زنی تو راستگو و بگناه. من در نزدی تو پتک کلو شدم. اوچه جان تو مادری مهربانی منی. اگر من نسبت تو یک سخنی ناجو گویم کور شوم مادر جان. چی مگر من کی بودنی پدر و مادر رو نمیدونم اوچه جان. بچه من در وقتش گفته بودم که من دختری فلانی خوشروی و خوشکار از 5 هنر میرزد. گفتی که نمیشود. اوچه جان با این نشگرانه چیکار کرده ایستاده ای تو؟ ای زنک گناهی اساسی همین کلین در چیست؟ گناهی اساسی کلین در چیست؟ و چنان نلکت الفار که در اندک خفگی زود رای خانه مادرش را پیش بگیرد. اینو گفتم کنده را به سرای بر نبرده است، پشتی آقیل خانه را گفتم اندامات نکرده است. آخر کلین باید اسخته همه این کاروبار خانه برآمده تواند. خاله جان صدقه چشم رویتون آخر کدام کارو نکردم خاله جان. با کی بشر میکردم در دوام 1 سال به اجازت شما حتی از دروازه بیرون وای نبر اومده. آخر این کنده بسیار وزنین است. من او را تنها برداشته نمیتوانم. کنده را برداشته که نتوانستی پشتی آقیل خانه را هم اندامه کرده نتوانستی برای اندامه کردن پشتی آقیل خانه کوشش کردم خاله جان. آب و خاکی بسیار لازم. بیامانه خاکی بسیار لازم. اپا جان صدقه چشم رویتان دبرا چینی را خودت شکستی کو؟ حتی گفتین را من در کجا پنهان کنم؟ شیطان تو خودت شکستی. تو بشرمی. چرا همیشه در تگ بینی جوره های سلیم راست میشوی؟ چرا؟ آی اپا جان اولا خدا شاهد
کنید که دل و نیتم پاک. دوم این که مگر مهمان را با قواقی انداخته و یا روی پوشیده پیش باز میگیرن. خواهش میکنم اپا جان بدگمانی نکنید. ازانا اولا بی اقلا یک هفته آرام شوید تنم و ملامت را بس کنید و دختری مردمی قدر تون روی نکنید که بینیم چی بشود. اولم بی برای چی دروغ میگویی؟ او تشنه و گرسنه نیستی. سلیم مادر جان او چیزی که خریده بیارم اولش رو با اولم بی میدیم کن. خواهش میکنم خواهرکم بدگمانی نکن. تو دایم با فایده زنت گم بزنی. فقط طرف او را میگیری. خنده و معامله خوب را تنها با شگلانت میکنی. او چه چگونه دختر نمونه که همین بدفعلی و بدگمانیت رو بپرتویی. هرچی سلیم بچه است این بوزن شوخی و خنده کردن مگر گناه است. تو بهترش به سخنان همسایه ها گوش میده که در حق تو چی میگویند و در حق کلیله چی. مردک مرا از اولاد شکری ها میگویند. من چیزی که گفتم باید همان شود. تمام. تو با این گفتر چی رو در نظر داری؟ من یک طوری موی دخترم را از 1000 کلی بالا میدانم. دختری من دروغگو به جا گرده است. فهمیدی مردک؟ اوچه جان التجا میکنم مرا بفهمید. مرا بفهمید. اوچه جان من یک طوری موی تو رو با دنیا نمیدیم مادر جان. اوچه جان ولی بزنم هم بیودت هم به نمیدیم. چی؟ اوچه جان از زنت میترسی ها؟ از زنت میترسی؟ اوخیر اوچه جان. خاله جان من در این خاندان خودم رو فرزند میدونم. خاله جان یگان کوششی بیهوده ندارم. آی سلیم اگر من یک بار دیگر از این شگلانی تو خنده بیهوده و نازو کرشمه دیگر بینم از این خانه برآمده رود. فهمیدی؟ خاله جان آخر من چیکار کنم که به شما محقول شود؟ خاله جان آخر من چیکار کنم؟ حالا سنجش در پیش است. فهمیدی؟ خاله جان نیسا جون عزیزکم من تو رو میفهمم. التجا میکنم عزیزم تو نیز مرا بفهم. عزیزم هرچی که باشد تو یک دوره توقت کن میلش. عزیزم نیسا جون چی علاج؟ حالا چیزی گفته نمیتوانم. نیسا آفرین کلین جانی من. خاله جان اینی من. خوراک تیار شده است. تیار گرفته باشد. بیار. تیار باشد گرفته بیار. مایش پازی دادم میبر. بیایید مرحمت بشارید. سلام زنک. سلام خوراکم تیار. مرحمت. رحمت آفرین. پدر جان والا بای یک سوال دارم. سوال کنی شنویم. کی سوال داشت؟ رفیقانم از من پرسیدن من جوابی عمیق نیافتم. خب در سفر بعدی چندین ساعت راه رفتم از پیش سیلابی پرتغیانی می آید. خب در این اثنا جوانی پرقوت با زن و مادرش دچار این دهشت می شوند. یعنی زن و مادرش را سیلابه از پای می افکنند. جوان باشد قوت یک باره نجات دادن هر دوی آنها را ندارد. با فکر شما پدر جان اول مادرش را از آب بگیرد یا زوجه‌اش را؟ سوالی عجایب ها زنک. آفرین. با فکر تو پسرم
اول باید کدامش رو نجات دهد؟ پدر جان، اگر مادر نمی بود جوان از کجا به دنیا می اومد؟ درست. مگر رنج کشیده این مادر تا به کمال رسیدن این جوان از خاطر فراموش می شود؟ نه. نه. هیچ نمیشه. لیکن پسرم علاج کرده هر دو را یک جایه نجات دادن بودیم. ها زمان؟ البته مردک. خاله جان اجان. خاله جان لبک. خاله جان شما یگان چیز رو حس کرده؟ چی رو دخترم؟ من حس کردم. خوراک شور اومده است همین خیلی پدر. هیچ گپ نیست. خیلی زمین و آسمان چسبیده است و کلین هم حالا جوان است. آیسته آیسته همه کار را یاد میگیرد. هیچ گپ نیست. امروز که خطا کرد پگاه اصلاح میکند. بیهوده نگفتن که از خوردن خطا از بزرگان عطا. ها زنه؟ ولی من بینم باز چای هم شور نیامده باشد. هیچ گپ نیست. هیچ گپ نه دخترم، هیچ گپ نه. آدم یک بار همه کار را یاد نمیگیرد. ای زندگی خود به خود را کتبانو کرده میماند. درست. بیا نیسو. نیسو جان. کنی دختر جان نیسو بیا. بیا دخترم. خیر احوالت چه؟ زندگی چه دخترم؟ نگذاستی؟ نیسو؟ چی شد؟ اوچه جان آنها مرا نمیفهمند. همین قدر که کوشش میکنم علاج یافته بر سرم کمبودی ها بر میکنند. اوچه سحری بر وقت از خواب خسته همه کاری باری خانه را به انجام رسانیدم. در پسیدن خوشتامنم نشسته انتظاری دیگر فرمانهای او می شود. آرام شو دخترم آرام شو. با یگان راه دلی آنها را نیافتم. هرگاه که خوراک میپزم انا همان دختری بخیلی به ایمانش کاری کرده یک مشت نمک را خلوت به دکچه خوراک میپرتوید. چند بار در بالای همین کارش او را داشته گرفتم. میگوید که من نکردم. چادی کوچینی ها را شکسته بالای سوخته نمکا و گردنی من مر میکند. و چه نمیدونم چی کار کنم. آرام شو دخترم خود شوهرت در کجاست؟ بعد از کار در خانه است. او یگان گناهی ندارد. از ترس مادرش چیزی گفته نمیتواند. پدر شوهرت چی میگوید؟ آن کسم بیچاره چی میگفتم. گاه گاه به سنی زنی گور سوخته و دختری بی ایمانش غور میکند و خاموش میماند. گوش کن خواهر جان، زیق نشو. اول اینکه نصیب و قسمت بوده است. دوم اینکه خودت را خودت به آن خاندان بردی. من میشنوم سلیم عیب ندارد. ولی متعی سختی عقیده های مادرش است. از همسایگانش نیز مادری او را یگان کس آدمی خود نمیگوید، برعکس سم میزنند. لیکن خواهر جان، این وزنی رو به گردن گیر و کمی دیگر طاقت کن. کو بینم چی میشود. من خودم با سلیم گفتگو میکنم. عبدالله عبدالله جان. زیق نشو. همش ناز میشه. خوب میشه. من از طعنه و ملامت خویش تبار همسایه ها میترسم. وگرنه در خانه آن زنکی بی ایمان یک ساعت هم زندگی کردن حرام است. راست بیا دخترم شیم. بیا شیم خوراکت رو خود دختر شیم جانی آچه پدر و اکاد راست میگوید. طعنه و ملامت دوست و دشمن به دل آدم میزند. پگاه من خودم با همراهت رفته یگان نصیحت و مصلحت کرده میمونی. جانی آچه آخر من تو را بسد امید آرزوها خاندار کردم. شرف آدمی رو یک تخت و یک بخت نگاه میدارد. جانی آچه آرام شو همش خوب میشه. السلام. بیا سلام. سلیم جان در آیم ممکن؟ بیا بچه برو گذر. تشکر خاله جان. من گوش کن سلیم جان. لبای توجه. در خانه شما یگان خیل یک دیگر فهمی هست یا نه؟
و تو چه مرد بچه‌ای و همون مادری مهربانت فهمون که این هم فرزندی همون خاندان به حساب میرود، این هم خوشبختی و خرسندی میخواد. تقا جان بخیر من با مادرم چی گفتم میتوانم؟ وای مادر است تقا. سلیم جان هرچندی که مادران عزیز و معتبرند لیکن در بین زنها زن پیدا می شود که از درنده هم بدتر است. من تو را از دخترم جدا کردنی نیستم لیکن یک علاج کرده راه زندگی را یابید، خوش و خرسندانه زندگی کنید پسرم. مایلش خولا جان مایلش، من کوشش میکنم یگان کار کرده نمیتوانی. تو از گفتگوی همون مادر و خواهرت یک قدم دور مانده نمیتوانی. من هم نیسا را از تو جدا کردنی نیستم لیکن با این خیلی مناسبت. مایلش تقا جان مایلش، من از پای یگان خانه الهیده میشوم. آفرین. انا این دیگر گپ. نیسا جان شنیدی؟ من گفتم که همش خوب میشود. جانی اوچه همش خوب میشود. سلیم جان تو رفته خانه رو جدا کن، بعد آمده همراهت نیسا جان را گرفته بر. مایلش خولا جان مایلش، دیگر اصل اسوده نمیستم تقا جان. لیکن حاضر میخواهم که نیسا رو همراه خود گرفته برم. اگر نیسا نرود چی؟ پدر جان سلیم گناه ندارد، من همراهش میروم. مادر جان تقدیرم را باز یک بار دیگر میسنجم. مایلش من مقابل نیستم لیکن نخواه که به یک گم خلاصه نآینده. مایلش دخترم، مادامی که هر دو روزیان بگذار یک جای روند. بله رو دخترم خودت رو احتیاط کن. خیر مردک جان من با اینها میروم. گوش کن سلیم جان، تو با همان مادرت فهمون. بزنک اینجا بیا. لبای مردک چی گفتی؟ گوش کن زنک جان، کلین یگان عیب ندارد. صد راه زندگی پسرت نشد. ای مردک من در وقتش گفته بودم که بیا با یگان آدمی بای پولدار خدا شده. منم کلین های همسایه رو بین همه پولدار و مالدار. کلینی تو باشد چی ها؟ ای زنکی ساده، چند بار به تو گفتم که به دیگران حسد نبر. یک بزرگ گفته است که اول عیب خود ببین بعد عیب دیگران، اون وقت عمری دراز میبینی. من با این کلینی آوردگی تو هیچگاه عمری دراز نمیبینم. هیچگاه آرزو داشتم که یگان خشی خودم را کلین کنم و صاحب این خانه شود. ایهوی همه آرزوهایم به هوا رفت. چیز و چارم به بیگانه ماند. میفهمی به بیگانه؟ چی؟ ها سلیم برای تو بیگانه هست؟ و غیر از این باید با خش و تبار خدا نشوی که در آینده از آنها فرزندانی ناسالم به دنیا میآیند و در زندگی عذاب بکشند. سلیم انتخابی نفس کرده است. خانه آنها رو ویران نکن آخی. من خانه آنها رو ویران نمیکنم و تعریف و کتگی های همسایه ها را میبینم. خیال میکنم که من در نزد آنها بیچاره‌ام. مردک میفهمی بیچاره‌ام. او کجایی تو به بیچاره مونم؟ و تو هم در وقتش به همه کارها صرفم نمیرفتی کو؟ من صرفم نمیرفتم. صاحب این خانه بودم. میفهمی؟ تا این کلینی تو کارباری خانه رو یاد میگیره که من پیر میشم. مردک میفهمی؟ با جای اون که با اونها مصلحتیه که در زندگی از اون بکشن، این به دیگران حسد میبری سکه آدم شوی. همینش مانده بود که معلمه شده تعلیم و تربیه را سر کنم. اوچه
اوچا کارها پنج شو دفایمون پوخ اوچا دوستم پوخ شبنم حال هم با اومه مادرش چی میگوید مادرش؟ شبنم او را راضی کرد شبنم گفتی من از تنه معلوماتی مردم نمیترسم میخوام همیشه با تو باشم سلیم هم با من محقول است لبای اوچا یکی این جیلی رو سوختم از خونه بر آمدن نرود چی؟ آنها چار میکنیم اولمی جان ای اوچا در گپر ایست انا بابای همی خیل تنگ رویشی بکن روی خوش مده من هم آروم نمیستم ایشالله مجبور میشود که از خونه مو برامده رود سلیم راضی میشده باشد آخر در اصل بای اون قدر دختری بد نیست و کمی بیشرم است اصلاح شدنش ممکن اولمبی جان ای اوچا میستی که که اصلاح میشود زودتر برآمده رفتنش لازم من با شبنم وعده دادم اوچا حالا ایست من با هر راه و واسطه او را متهم کرده میمونم مایلش السلام علیکم. اوچا خداتون آمد خدا جان ممکن است که به خانه‌تان درآید؟ درآید خاله جان اوچا خدا جان خودش چی گفت؟ کلینتان چی گناه کرد؟ حقیقت را گویید. ای خدا جان این دختری تو یگان کاری مرادی دلی من را کردن نمیتواند سرم باشد تا که بسیار اوچا جان چی آچا جان؟ اوچا جان او این بیچاره چی گناه دارد او حتی کارهای را میکند که بعضی مردها قادر نیستند او خود از کی دا این طرفی رو میگیری ها؟ من صد بار به تو گفتم که در بنده دارو دخالت نکن سالم دخترم را دوه نزد اوچا دختری من از پنجاش هنر میرزد فهمیدی؟ خدا جان از اصل جهل فرایید خود بیایید با مسئولیت همدیگر جامعه پاره کردهمان انشاءالله کوتا نمی آید آخر من تو هم در وقتش کلی بودی از کار و بار خانه از روزگارداری آنقدر با خبر نبودی اما با مرور زمان همه کار را آهسته یاد گرفتیم خیر میلش بیگذار که کلینت از هده کار نبرآمد آخر وظیفه خودت از طعنه و ملامت کردن نیست با او یاد ده آموزون خطاگیش را سری وقت اصلاح کن خدا جان ایسا جان بترم چیزی که خوشتامند میگوید لبیک خاله جان گوید همیشه در خدمتش آماده بود یک دست یک وقت گفتم دخترم خاله جان شما خواتیر نشوید انشاءالله مادری من هم میفهمد کارها خوب میشوند خاله جان میلش کرد بناهتون به خدا من میروم ای زنم از با کجا میروی ها؟ با کجا میروی؟ ایمانی ده خدا ایمانی ده خاله جان رفته آب بیارم چی گفتی؟ رفته آب بیارم خیر نباشد من رفته آب بیارم ها؟ زود رفته آب بیار زود آب بیارم آی سرمه اوچا من حوزی آی سرمه آی اوچا جان این کنده رو من برداشته نمیتوانم او وای بیچاره مشتی پر این رو از کجا برداشته به ایزون خانه میبرد این میونه کمه کنده را که برداشته نتوانست برده پشتی آقل خانه را هم انداوه کرده نتوانست مشتی پر اوچا جان او کمکه که دیگر صبر کن او با جویباری پس خانه که آب آمد خودم پس آقل خانه رو انداوه میکنم این کاری مرد اوچا جان کنده رو باشد با پدرم یک جویه میبریم توبه نمیشود مادر جان بچه کاری آسان چی؟ من به همه روزا بچه کلام کردم با همه روزا بچه کلام کردم اوچا جان از پیشی خود رفتم یک اشچگلان خوش کردم من را مجبور کرده که او را کلین کرده و این خانه بیارم ای تو باید
اوچا جان چیا چجون؟ این خیلی نگوید آخیر او وای بیچاره چی گناه دارد او به من بگوید من با او میفهمونم اوچا جان ای برای صاحب این خانه شدن 10 دست پیدا میکنی و از جفته های کلانتر سرکشی نمیکنی تمام. اوچا جان من فراموش کردم من برای شما توفه خریده بودم انا بینید اوچا جان برای شما یک لباسی زیبا خریدم یک کرته زیبا کرده پوشید اوچا جان بینید اوچا جان رحمت اوچا جان رحمت انا بینید اینش رو برای المپی خریدم طبع دل خودش انا بینید اوچا جان یک کرته زیبا کرده پوشد اوچا جان انا این توفه ها نیز از آن شما اگر دفعه دیگر دستم رسید برای نیسا نیز یگان چیز میخرم ای برای آن شگلان شرط است پولت حیف نکن برای نیسا میخرم من اوچا من بهوده از کفای کلینت نرفتم اوچا چی گپ شد المپی جان باز چی گپ شد بعد میگویم چشمت را فرو برد اینقدر دیر کردی ها؟ آنقدر دیر نکردم کو با خمیر تروش شد همه کارها ما کجا گم شدی؟ توبه خاله جان چی خاله جان؟ من یک آدم دستم به همه کار نمیرسد اگر در انجام کاری المپی دستی یاری درست کند خوب میشود ای کلین تو المپی کار کند هیچ کس نگفته است هیچ کس نگفته است فهمیدی؟ ای تو دیوارش درگی خرگه میزنی ها؟ آقای اپا جان اگر در انجام کاری دستیاری درست کنی یگان جویت کم نمیشود عثمان آمده به زمین نمیچسبد ای تو خودت کی مرا روی راست کار میفرمونی ها؟ کلین توی آمد اپا جان تو آواینده کلید میشوی اگر این خصلت و رفتارت را دیگر نکنی احوالت از احوال من بدتر میشود ای از این میبراید که گویا در خانه من عذاب و اذیت میدیده باشی از صدقه خانه من شوی به شرم و به حیا اوچاییست در لب چشمه با او بچه بگونه چی بگفتی ها؟ خندیده دستت را به دستش دادی ها؟ کی بود دو؟ آیا پجان اولا خدا شهید که دل و نیتم پاک دویم اینکه این بچه همسینفم صدیق بود از اولا پرسان شده پر آخر من چی کار کنم؟ خواهش میکنم بدگمانی نکنه اوچه این شیطان دروغ میگوید در نزدش خندیده هزار ناز و کرشمه بکرد اکنون فهمیدید که از لبی چشمه چرا دیر آمد باز من برای بدگمان بودستم اوچه این کلید تو دزدم هست گوشوارهایم رو از تگ بالشتش یافتم تو دزد حرامزاده‌ای صدقه خانه مشوی به شرم و به حیا دزد ای کنی از جایت خس به گوها علف دادی آب دادی همیدارها را آب دادی به مرخا دان دادی ها اکنون زود رفته تخمهای مرخا را گرفته بیار زود المپی کنی رفته بین این اشغلان چی بلا این اشغلانی تو رو هیچ بلا نمیزند ها چی شد؟ همین خیل است کلین که شده میدوی میپری میغلطی تش نمیمونی گرس نمیمونی هیچ گم ندارم عادت میکنی آچه این اشغلانی تو رو هیچ بلا نزده است گنده مردنی ندارم هیچ بلاش نمیزد ای خداوندی بزرگ از درگاهت التجا دارم یا به این کردیلا به ایمانها عقل و فراست ببخش یا جانی مرا زودتر بیسی تا که دیگر غم و کلفت را نبینم
این لطدرازانی بی ایمان مرا نمیفهمند. همین قدر که کوشش میکنم علاج یافته بر سرم کمبودی ها بار میکنم. سلیم بچه خوب است. من او را به نهایت دوست میدارم، ولی از گفته های مادرش یک قدم هم دورتر نمیگذارد. به زمین من امیدوار سلیم به نزدیکی پدر می شود، ولی چی علاج؟ دیگر چاره ندارم. اگر بازگشته به خانه پدر و مادرم روم شاید مایوس و غمگین گشته بیمار شوم. نه چی علاج؟ دیگر چاره ندارم. سلیم جان مرا ببخش، تو گناهی نداری. الوداع الوداع الوداع. نیسو 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 نیسو. سلیم جان، التجا میکنم مرا ببخش. تو گناهی نداری. من تو را دوست میدارم. میدانم تو هم مرا دوست میداری. خرسند بودیم که صاحبی فرزند میشویم و از خنده و شوخی های آن به ذوق میآییم و از تماشایش چشم نمیکنیم. ولی افسوس که من به آرزو و هوسم نرسیدم. پیشی مرا نیمه راه گرفت. کام گردابی دریا مرا انتظار است. قسمت همین بوده است. کنج خاموشی ابدی را اختیار کردم. دو جان را میبرم. الوداع. نه مخوام چی گپ شد؟ نیسو چی گپ شد زنک؟ چی گپ شد؟ نیسو با خودکشی دست میزد است. نیسو اکنون چیکار میکنیم ها؟ چیکار میکنیم؟ بهمش من گناهگار. چون مادری دلسوز باره اندیشه نکردم. در دیدم رفته بود کی؟ از این رفتار تو در این خاندان یگان بدبختی روی میدهد. من این رو حس کرده بودم. نیسو جان، نیسو باورسویت رسیدی و چچون ببین سخن ناجایی دخترم رو تسکینی دل گفتم. سری هر یک قدم تو را میرنجاندم. با وجودی دغلیمم باره برویم نگاه نکردی. گلی نگی نامرادم. ای یزدانی پاک از تو التجا میکنم که اینکم را یک بار دیگر به من برگردان. تو از وی
در بیش پایش سرخم کنم نیسا جان. دیگر این پشیمانی های تو فایده ندارد. خود کرده را دوا نیست. زوجه مهربانم، سر هر قدم در یاد و خیال تو بودم. لحظه از تو جدا بودن را نمیخواستم. چرا این بدبختی به سر من آمد؟ دیگر این دنیا، این زندگی به من لازم نیست. من با تو یک جایه بودن را میخواهم. سلام جانی بالای سوخته نمکم میشود. ما هیچ وقت این را نمیخواستیم. شما با فرزندی من چی کار کرده؟ خورا جون نیسا به خودکشی دست دارد. جانو جیگری نیسا جانم، جانی بچه نیسا، جانم شوی، جانو جیگرم، نیسا جانی من. چرا تو این کارو کردی دخترم؟ جانم جیگرم، امیدی دلم، جانم. جانم دخترم، جانم دختری نورمانم، جانی بچم، جانم جیگرم دخترم، باش جانی منم. برای چی پدرت گفتم خود نیسا جان دخترم، راهی ما درست رو انتخاب کردیم دخترم.